اندازه 4 انگشت از قسمت پیشونی مو جدا میکنیم و یه هلال تمیز در میاریم. فرق وسط میگیریم که خیلی مرتب باشه و از همین قسمت جلو 2 تا مثلث کوچیک به عنوان نشونه از هر طرف جدا میکنیم. یکم ساقه موها رو خیس میکنیم و جایی که میخوایم کوتاه‌ترین قسمت مو باشه رو مشخص میکنیم. از اون قسمتی که در نظر گرفتین حتما یکم بلندتر کوتاه کنین، چون وقتی خوش بشه میپره بالا. دوباره قسمت نشونه رو به فرق وسطمون برمیگردونیم و شونه کشی میکنیم و انتهای مو رو خیس میکنیم و از قسمت نشونه به حالت اوریو و مورب قیچی میزنیم. خیلی آروم و دقیق و در یک جهت تا انتهای مو این کارو انجام بدیم. برای طرف بعدی هم دقیقاً به همین شکل نشونه رو میذارین کنار باقی موها، شونه کشی میکنین و به صورت اوریو و آروم در یک جهت قیچی میکنین. حالا نوبت حالت دادنشه. با یه برس سایز متوسط تا وقتی که نم داره یه سشوار خوب بکشین و زمان بدین که خنک بشه، بعد بازش کنین. حالا یه همچین چتری خوشحالت و خوشگلی دارین که به راحتی هم میتونین فرق وسط باز کنید، هم فرق کف